بعضا ما درباره چیز پیشنهادها یا گمانهای نادرست داریم و می توانیم خود را فریب دهیم که واقعیت همان طور است که فکر میکنیم. مثلا یک صاحبکار شاید فکر کند که محصولاتش در بازار بهترین است، ولی واقعا در نظر مشتریان کمبودی جدی در آن میبینند. اگر او بین این دو تفاوت را نفهمد، اشتباه خواهد کرد. مثلا برای پیشبرد محصولاتی صفتش نه چندان بلند پول صرف میکند زیرا گمان دارد اعلی است، یا جوانی را تصور کنید که در خیالش راه موفقیت را خیلی آسان میپندارد و فکر میکند که تنها با کم تلاش و زودی ثروتمند میشود. این تصور است، ولی واقعیت میتواند خیلی سخت‌تر و تلاش زیادتر را طلب کند. اگر او این را درک نکند زود مایوس میشود. پس ما باید همیشه واقعیت را با چشم باز بینیم، معلومات جمع کنیم، فکر دیگران را نیز به نظر گیریم و همزمان بدانیم که تصورات ما میتواند غلط باشد. با آگاهی چنین ما بهتر قرارها را گرفته میتوانیم و خطاهای کمتر میکنیم. هر قدر واقعیت حقیقی را درست درک کنید، همان قدر نقشه‌هایتان واقع بینانه و موفقانه خواهند بود. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.